call. Help me help you. چطوری در بچه؟ من برسام هستم و اینجا کانال یوتیوبی خودتون یعنی هیپ هاپ LB و با هم قرار کلی درباره دنیای رپ صحبت کنیم و این ویدیوها رو داریم به صورت هفتگی منتشر میکنیم. بابت این تأخیری هم که توی این ویدیو پیش اومد واقعا معذرت میخوام، خاطر اینکه امتحانات دانشگاه ها شروع شده و یکم دغدغه هم برای من هم برای دوستان زیاد بود. تصمیم به این شد که یکم زمان بین ویدیوها رو فعلا بیشتر بذاریم تا این امتحانات تمام بشه، با راحتی خیال بیشتری بخوایم ادامه بدیم به کارم. قرار این سری یک مجموعه ویدیو بسازیم درباره تاریخچه رپ، اتفاقاتی که افتاد، چجوری شروع شد و چیزی که الان هست و توی چند پارت احتمالاً طول بکشه این فرایندی که بخوایم این تاریخ رو براتون توضیح بدیم و خیلی خوشحال میشم که همین الان با سابسکرایب کردن و لایک کردن این ویدیو به من کمک کنید و باعث بشید که کمکی کنم برای اینکه بیشتر با جامعه رپ آشنا بشیم. همونطور که گفتم قراره تو این ویدیو درباره تاریخچه رپ صحبت کنیم که اصلا خود کلمه رپ یعنی چی، از کجا شروع شد و چه اتفاقاتی باعث شد که انقدر سریع فراگیر بشه و یک فرهنگ جدیدی رو به وجود بیاره. خود کلمه رپ یک کلمه انگلیسیه که تو قرن 15 و 16 به معنی اعتراض و اعتصاب استفاده می شد، اما کم کم با جای گرفتن این سبک موسیقی بین مردم این کلمه از کلمه اعتراض و اعتصاب تبدیل شد معنیش به این چیزی که الان ما داریم بهش رپ میگیم. موزیک رپ برای اولین بار توی دهه 60 میلادی توی کشور آمریکا کم کم شروع شد به شکل گرفتن. چجوری؟ زمانی که سیاه‌پوست‌ها، برده‌ها، کارگرین و قشر ضعیف آمریکا میخواستن غم خودشون رو بروز بدن یا میخواستن یک چیزی بشه که باعث سرگرمیشون باشه تو اون شرایط بد اون موقع، با هم دیگه وقتی صحبت میکردن حالت آواتور داشت، حتی قافیه هم نداشت، یعنی با یک سبک خاصی، با یک الگوی خاصی، با یک ریتم خاصی شروع میکردن با هم دیگه صحبت کردن و این ادامه دار شد تا سال 1973 یک جوون خوش‌ذوق به اسم کلهری که اولین دیجی سبک هیپ هاپ هم شناخته میشه، به خاطر مهمونیایی که توی خونش برگزار میکرده تصمیم میگیره یک حرکتی بزنه و میاد روی این موسیقی هایی که وجود داشته یه تکنیکی به نام مری گوراند رو استفاده میکنه، یعنی اینکه قسمت های بریک هر موسیقی رو، قسمت های خالی هر موسیقی رو جدا میکرده و با کنار هم قرار دادن این بریک ها یک موزیک جدید، یه حال و هوای جدیدی رو خلق کرد. این سبک از آهنگسازی به شدت سریع بین مردم جا افتاد، توی دنس‌های خیابونی، توی مهمونی‌های خونگی، توی رقص‌ها و خیلی از جاهای دیگه شروع شد استفاده شدن و همین جاها بود که کلهری تصمیم میگیره و با خودش میگه که خیلی خوب، این چیزی که من ساختم خیلی خوبه، اما یه چیز خیلی مهمش کمه و یه احساس نقصی رو توی این موزیکی که ساخته بود احساس میکرد. به خاطر همین اونجا از یکی از رفیق‌های قدیمیش که اون هم یکی از همون سیاه‌پوستایی بوده که با آواز میتونسته حرفاش رو بزنه دعوت میکنه که بیاد روی این موسیقی که این ساخته اجرا بزنه و اونجا کوکلاراک قبول میکنه که این حرکت رو بزنه و اولین موزیک رپ جهان که هیپ هاپ بود ضبط شد و منتشر شد. خیلی سریع این سبک توی دل مردم جا وا کرد به خاطری که خیلی از مردم باش ارتباط نزدیکی داشتن، اما هنوز که هنوزه کمپانی های بزرگ موسیقی آمریکا این پدیده نوظهور رپ رو به عنوان یک چیز زودگذر میدونستن و روش سرمایه گذاری نمی کردن تا سال 1979 یک ترک رسمی با پشتیبانی تجاری وارد بازار شد به اسم کینگ تیم سوم از گروه فتبک
که جز 30 ترک پرفروش اون سال شناخته شد و بعد اون هم خیلی از آرتیست های خیلی خفن دیگه اومدن و این حرکت رو ادامه دار کردن و کمپانی های موسیقی تصمیم گرفتن که روی این سبک موسیقی سرمایه گذاری کنن و شروع کنن به استعداد جمع کردن. اما به خاطری که قشنگتر بخوایم تاریخ رپ رو متوجه بشیم، دسته‌بندی های موسیقی رو باید بشناسیم. موسیقی رپ به 2 شاخه اصلی تقسیم میشه: اولد اسکول و نیو اسکول. اولد اسکول و موسیقی که قبل از سال 2000 شیوع داشت خودش چند قسمت میشه که یکی از مهمترین قسمت‌هاش گنگستر رپه که خیلی از خواننده های خفنی که ما تا الان هنوز اسمشون مونده یا همین الان هم آهنگاشون داره پلی میشه جز این دستن. مثلا دسته بعدیش بومباپ که یه سبک آهنگسازیه، یعنی این سبک آهنگسازی میاد توش کیک‌های قوی‌تری استفاده میکنه، درام‌های سنگین‌تری استفاده میکنه و با خوندن روی این سبک موزیک این حالت موسیقیایی به نام بومباپ ساخته شد. و شاخه بندی دوم موسیقی رپ نیو اسکوله که خودش خیلی شاخه های زیادی داره، مثل ترپ، دریل، جاز رپ، مابل رپ، خیلی زیاده و نمیشه همشو واقعا اسم. و من توی این ویدیو تصمیم گرفتم از همون اول که گنگستر رپ بوده شروع کنیم و تا آخرش بیایم با همدیگه صحبت کنیم که چی شد فرهنگ رپ اینقدر تاثیرگذار بود و چه تأثیر روی کشور ما داشته. برای اینکه گنگستر رپ رو بهتر درک کنیم خیلی خوبه که از همون اول برگردیم به نقطه شروع این سبک. توی ساحل غربی آمریکا، توی شهر خیلی کوچیک به اسم کامتال که 99% افراد ساکن توی این شهر خلافکار و گنگستر بودن، کرایت ملقب به ایزی ای که به خاطر جثه کوچیکش از ادامه فعالیتش تو دنیای گنگستری یه جوری میترسید و تصمیم گرفت که آقا تا همینجا هر چقدر پول در آوردم بسه و از الان به بعد باید برم کار دیگه ای رو انجام بدم. با این تفکر که من بیام یک لیبل موسیقی رو بسازم و از هنرمندهایی که توی همین شهر کامتال هستن استفاده کنم و اون چیزی که ما توی زندگیمون دیدیم، اون اتفاقاتی که برامون افتاد، اون چیزی که تو خیابون برامون بوده رو به تصویر بکشیم. و میاد یک لیبلی رو تأسیس میکنه به همراه یکی از دوستای صمیمیش و همکلاسی‌های دبیرستان به اسم دکتر دری که الان انقدر مشهوره و اون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آدم‌ها توی صنعت رپ میشناسیم. ایزی ای و دکتر دری اسم لیبل خودشون رو NVA میذارن، مخفف کلمه میگرز ویتس اتیتیوده، یعنی پسران سیاه پوست با بصیرت، و یه آلبوم منتشر میکنن به اسم NVA and Passy، سیاه پوستان با بصیرت همراه رفیقاش، که همین جوری هم که از اسمش مشخصه میان با چند تا از رفیقای خودشون شروع میکنن درباره اتفاقهایی که توی این شهر براشون افتاده حرف زدن. چون خیلی فضای مردمی داشته، خیلی راحت توش داشتن از الفاظ رکیک استفاده میکردن، وایب خیلی گنگستری داشته، خیلی استقبال زیادی میگیره و اونقدر استقبال میگیره که و اونجا این تصمیم میگیره که بره با کمپانی های بزرگ موسیقی حرف بزنه و ازشون بخوان که بیاد روی لیبلش سرمایه گذاری کنه. اینجا ایزی میاد با شخصی به نام جری هلر که یکی از سرمایه گذارها و افراد تأثیرگذار موسیقی جهانه صحبت میکنه و کار خودش رو بهش نشون میده و اونجا جری هلر خیلی خوشش میاد و میاد توی این لیبل شریک میشه. اینجا دکتر دری و ایزی شروع میکنن به جذب ممبر و جذب استعداد برای این لیبل تازه تأسیس خودشون و یکی از کسانی که وارد این لیبل میکنن آیس کیوب که به شهرت جهانی رسید و یکی از خفن‌ترین رپرهای اولد اسکول اون تایم. بعد از اینکه گروه کامل میشه یک توری رو هماهنگ میکنن و میرن به سراسر آمریکا و شروع میکنن به اجرای کنسرت و پخش موسیقیشون. اما چند تا از افراد لیبل خاطر شفاف نبودن وضعیت مالی این لیبل و جوری که جری هلر داشت باشون حساب میکرد معترض بودن و باعث شد که یکی از آرتیست‌ها از این لیبل جدا بشه. بعد از اینکه این آرتیست جدا شد به مدت خیلی کم آیس کیوب به همین دلیل از این لیبل جدا شد و این جدایی آغاز دیس و بیف رپ جهانی بود
زمانی که ایزی و دکتر دره توی بعضی از آهنگ‌هاشون تیکه هایی رو غیر مستقیم با آیس کیوب زدن و بعد از یک بیف مثلا 4-5 تایی که اون بر رد و بدل شد و این بر رد و بدل شد، آیس کیوب میاد یک ترکی رو منتشر میکنه که خفن ترین دیسی بود که تا اون موقع منتشر شد و میاد درباره همین مسائل مالی و اتفاقاتی که توی لیبل NBA افتاده حرف میزنه. و چند وقت بعد از اون دکتر دری و خیلی دیگه از این آرتیستا از این لیبل جدا میشن. زمانی که دکتر دری از این لیبل جدا میشه، همراه یکی از دوستاش که یک آدم گردن کلفتی بوده به نام شوگ نایت، میان یک لیبلی رو تأسیس میکنن به نام دث رو رکورد که یکی از بزرگترین و افسانه‌ای ترین لیبل های رپ جهانیه که درباره‌اش باید ویدیوهای جدایی بسازم که خیلی حواشی داشته، خیلی آرتیست های خفنی رو وارد دنیای رپ کرده و خلاصه اوج زمان طلایی رپ توی این تایم بود که دث رو رکورد داشت فعالیت میکرد. از اون ور ساحل شرقی رپرهای خیلی خفنی مثل بیگی داشتن فعالیت میکردن و اوج تایم طلایی رپ جهانه. دکتر دره و شوگ نایت شروع میکنن به جذب استعداد و یکی از صفات دکتر دره که خیلی باعث مشهوریتش شد اینه که به دنیای رپ آرتیستای خیلی خفنی رو معرفی کرد و همین باعث شد که دکتر دری به عنوان پدر رپ شناخته بشه. که دکتر دری وارد صنعت رپ کرد اسنوپ داگه که اون موقع بعد از فعالیتی که به صورت سولو انجام داد و زمانی که وارد لیبل دث رو رکورد شد، یکی از خفن‌ترین دوران موسیقی جهان رو به وجود آورد. اما همین جاها ایزی میاد شکایت میکنه از دکتر دری به خاطر اینکه قراردادی که با ایزی بسته بود هنوز منتفی نبوده و قرار بوده چند تا آلبوم دیگه با هم کار کنن که شوگ نایت حالا با وسیله تهدید و اتفاقاتی که رقم میفته این مسئله رو تا حدودی حل میکنه که بعد از این موضوع اسپانسر بعدی دث رو رکورد میاد این حرکت رو میزنه و کلا این پرونده رو مختوم میکنه. یکی دیگه از بیفایی که اتفاق میفته همینجا بود و شروع گنگستا رپ کم کم به زبون سنگین اینجا شروع شد. دث رو رکورد که خیلی فعالیت خفنی داشت و با اسنوپ داگ و دکتر دری ترکونده بود به شهرت خیلی زیادی میرسه. حالا همینجا دث رو رکورد رو نگه میداریم و میریم سمت ساحل شرقی، جایی که بیگی و خیلی از آرتیست های دیگه دارن فعالیت میکنن. توپاک و بیگی توی ساحل شرقی شروع کردن به رپ کردن و فعالیت و خیلی زود به شهرت خیلی زیادی رسیدن و حالا توی ویدیو دیگه که احتمالاً بسازم اتفاقاتی که توی ساحل غربی و ساحل شرقی و جنگی که بین این دوتا اتفاق افتاد و حتما میام و توضیح میدم یکی یکی. توی این ویدیو فقط به همینقدر کفایت میکنم که بیگی، توپاک و چند تا آرتیست دیگه دارن فعالیت میکنن. به خاطر بعضی از اتفاقات توپاک به زندان میفته که مقصر اصلیشو چند نفر دیگه میدونه. تو این نقطه شوگ نایت که یک آدم ثروتمند شده الان و به قدرت خیلی زیادی رسیده میاد تو زندان و از توپاک دعوت میکنه و در عوض پرداخت وثیقه 1.5 میلیون دلاری از توپاک میخواد که چند تا آلبوم برای دث رو رکورد ضبط کنه و اونو آزاد کنه که توپاک اینو قبول میکنه و جنگ و گنگستری رپ از اینجا تازه شروع میشه. توپاک شکور با پیوستن به لیبل دث رو شروع میکنه آهنگ‌هایی رو منتشر کردن و دیس‌ها و بیف‌هایی رو منتشر کردن پشت سر هم دیگه برای نیویورک و افرادی که توی ساحل شرقی دارن فعالیت میکنن که این اتفاقات و این درگیری‌ها بالاخره منجر به کشته شدن توپاک شکور میشه. توپاک شکور رپر به شدت خفن و فعالی بود که حتی بعد از مرگش 7 تا آلبوم ازش منتشر شد که حتما باید یک ویدیو درباره توپاک شکور، اسنوپ داگ، بیگی و اینا بسازم که اگر روزی که ساخته شد اینم بستگی به خودتون داره که حمایت بکنید و زیر کامنت ها بنویسید حتما که دوست دارید این سبک ویدیوها رو ادامه بدیم یا نه. خب رفقا خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. توی پارت های بعدی میام درباره بقیه سبکا و بقیه اتفاقاتی که توی دنیای رپ افتاده مفصل صحبت میکنم. خیلی دمتون گرمه که با لایک کردنتون از ما حمایت کنید که بتونیم از این دسته ویدیوها بیشتر بسازیم و این اطلاعات رو بیشتر با هم به تعامل بذاریم. خیلی دمتون گرم، مخلصتونیم. موفق